سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو قصد دارم بیام ابزار و وسایل لازم برای شروع طراحی رو بهتون معرفی کنم، از مداد گرفته تا دفتر و کاغذ و حالا سایر ابزاری که لازمه و میخوام یه سری نکات پایه‌ای رو هم بگم بهتون. حالا اگر حمایتاتون واقعا خیلی خوب باشه من پارت‌های بعدیش رو هم ضبط میکنم، ولی اگر حمایت آنچنانی نداشته باشیم خب من واقعا انگیزه‌ای ندارم برای ضبط کردن و اینا. توی کانال یوتیوب من فعالیتم فقط و فقط به صورت حالا بدون کلامه و که دو زبانه باشه. حالا شخصی که ایرانی میبینه حمایت کنه، خارجی هم میبینه اگر خوشش اومد ببینه و حمایت میکنه. ولی برای طراحی دیگه دارم فقط واسه شماها زمان میذارم و منتظر حمایتاتون هستم. اگر حمایتی انجام نشه خب من قطعا میرم سراغ همون سبک کاری قبلی خودم، چیزایی که میبینید توی چنل همینا رو ادامه میدم. ولی خب امیدوارم حمایت داشته باشید که هم من بتونم علم و دانشم رو یه بخشیش رو به تمام هنردوستای عزیز انتقال بدم و همین که شماها واقعا بتونید یاد بگیرید. و حالا من حین توضیح دادن و کار کردن تقریبا هر چیزی که لازم باشه رو میگم، اما شما هم اگر سوالی واسهتون پیش اومد حتما مطرح کنید، بپرسید و بگید دوست دارید بیشتر چه آموزشایی رو براتون ضبط بکنم. هرچند الان یه برنامه ریزی کردم، اگر این ویدیو بازخورد خوبی بگیره من انرژی بگیرم ازش، ما بقیه کار رو هم ادامه میدم و دیگه بیشتر طبق چیزایی که شما نیاز دارید پیش میریم و آموزش ها رو میگم به خدمتتون. برای شروع نیاز به مداد داریم. من اینجا از مدادهای آریا آرتیست استفاده میکنم. حالا شما هر مارک مداد دیگه‌ای که کیفیت خوبی داشته باشه میتونید استفاده بکنید که شامل 12 تا مداد. این هم جعبه بیرونیش که حالا ممکنه این عکس روش متفاوت باشه که اومده پشت کار یه سری توضیحات و مشخصات کالا و بارکد این چیزا رو نوشته. حالا اینا رو هم میخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم که حالا بهتر متوجه کیفیت مداد بشید. آریا آرتیست من دارم استفاده میکنم و واقعا خوبه. سایتشون هم این پشت هست، aryacompany.ir. میبینید توضیحات این قسمت هست. ساختار مداد کشیده شده و اومدن مدادها رو بر اساس سختی چیدن، از سخت ترین و نازک ترین نوک تا پهن ترین و نرم ترین درجه‌ای که داره که دوهاش یا همون هاش دو سخت ترین و نازک ترین حالا نوک مداد رو داره. بعد میرسه به هاش به اف بی 2 بی یا همون بی 2، 3 بی یا بی 3، 4 بی بی 4. حالا من مثلا میگم به 5 به 6 اینجور راحت ترم، هر دو لفظ گفته میشه. تا به 8 رو داریم 12 تا مداد که الان میریم ساختارش رو هم با هم دیگه بررسی میکنیم. اینجا خودش هم گفته 6 ضلعیه، برای زیر 3 سال هم مناسب نیست و استانداردهای لازم رو هم داره. خب از توی این قسمت درش هم نوشته شده از هاش دو همون دوهاش هست تا به 8. حالا ترتیبش بود، من چون در آوردم استفاده کردم و اینا چیدمانش به هم خورده، ولی الان با هم دیگه تست هم میکنیم. هاش دو اینجا مشخص از همین سریشم نازکترین سر رو داره. هاش دو انتها نوشته شده دراوینگ پنسل، علامت استاندارد و آریا اینه. تا به 8 که نرم ترین و ضخیم ترین نوک رو داره برای گذاشتن سایه های خیلی تیره، میتونه گزینه مناسبی باشه. خب حالا من دفترها و کاغذهای مورد نیاز رو هم معرفی میکنم، بعد میایم سراغ تست کردنشون.
توی طراحی سعی میکنیم طراحی اولیه هامون با B2 انجام بشه. من B2 رو بیارم، اینه، چون نه خیلی سخت و سفته که حالا بگیم که مشکل کار کردن باهاش، و نه خیلی نرمه. واسه حالا اولای کار، طرح اولیه است و یه سری کارهای اولیه از B2 استفاده بکنیم بهتره. این دفترهای طراحی رو میتونیم استفاده بکنیم یا همین کاغذهای ساده، مثلا A4. دفتر طراحی هم هستن توی ابعاد مختلف، شکل‌های مختلف، تعداد برگه‌های مختلف و حتی برگه‌هاشون هم متفاوته. مثلا اینو تقریبا اشتنباخ و کرافت من باش مداد رنگی کار کردم. حالا شما میتونید طبق حالا سلیقتون هر دفتری رو تهیه بکنید. مثلا این دفتر ابعادش خب کوچیک‌تره، برای کارهای کوچیک بهتره. اگر شما بخواید کارهای بزرگ و حتی پرجزئیات بیشتری رو داشته باشید، خب دفترهای بزرگتر تهیه بکنید خیلی بهتره. یه سری کارا هم که اینجا هست و دیگه کاری انجام ندادم. این برگاهاش این شکلی بود، علت شیری، اینجا کرافت دیگه، کرافت تیره تره و رنگ مثلا سفید خیلی روش بهتر نشون داده میشه. رنگ های روشنی که ممکنه توی مثلا این برگاه خیلی خودی نشون ندن، توی برگاه کرافت خیلی بهتر بافت و رنگشون مشخصه. و اینم ما بقیه صفحاتش به همین ترتیب. خب این از این دفتر. یه دفتر دیگه هم دارم به این صورت، اسکچ بوک اینجا نوشته و سایزش A4. برگاهاش به نسبت دفتر قبلی نازک‌تره. میبینید چیزی که صفحه بعد کشیدم اینجا مشخصه. مثلا همین خط مشکی رو در نظر بگیریم تا سایر بخش ها. هم با مداد رنگی میشه توش کار کرد، هم با مداد طراحی. تکنیک های دیگه هم هر چیزی به جز آب رنگ و حالا چیزای آبکی توش، جوابگوی، پاستل روغنی، گچی، مداد رنگی اینا. ولی خب مثلا مداد رنگی برای کارهای فوق‌العاده حرفه‌ای که چندین لایه توش رنگ و اینا اضافه بشه مناسب نیست، چون نازکه و توانایی حالا در آوردن اون بافت خاص رو نداره. اینا رو مثلا اومدم با مارکر برگ چسبوندم و اینا، باز خوبه، به این قسمت نم پس نداده، میشه ازش استفاده کرد. با گواش هم من تست کردم، یه خورده برگه چروک میشه، ولی اگر حالت آبکی نداشته باشه خب خوبه، صفحه آسیب نمیبینه. حالا یه سری کارهای دیگه هم انجام دادم، با راپیت و مداد رنگی هم کار کردم، خوب بوده. اینم باز راپیته. واسه طراحی ها باز خیلی خوبه. فقط میگم که صفحاتش نازکه و اون چیزی که صفحه بعدی هست دیده میشه. خب تمرینایی که قراره با هم داشته باشیم هم میگم الان بهتون. خب یه صفحه سفید رو بیاریم، مدادا رو تست بکنیم از همون سفتی به نرمی، درجه سختی به نرمی. اینا هم بگم حالا لازم نیست حتما برای شروع کار شما مداد رنگی آریا رو داشته باشید. میتونید تکی تهیه بکنید. B2 میگم خیلی کاربردیه. بعد مداد یه خورده مثلا معمولی تر همون HB ها هست که خودمون داریم، اینم باز خوبه. بعدش B2 مثلا به 8 به 7 اینا رو هم به صورت تکی تهیه بکنید. اینجا الان براتون این پایینم می نویسم
مدادی که لازم باشه تو کپشن هم حالا میگم. پس یه حاشیه همین مدادای معمولی خودمونه، اگر از این طراحی هم نگرفتیم موردی نیست. یه دونه B2 میگیریم، اینه الان تستم میکنیم با هم دیگه. B8 رو هم داشته باشیم خوبه، اینه. یه دونه یا B6 یا B4 اینو هم داشته باشیم کارمون راه میفته. و یه دفتر، حتی اگر دفترم نداشتید میتونید توی برگاهی که تو خونه در دسترس هست کاراتون رو انجام بدید. حالا من یک سری نکات و در واقع چیزای خاص اولیه رو میگم، تمرینات اولیه، اینا رو انجام بدید. میگم که حمایت ها خوب باشه، من واقعا ادامه میدم و با هم دیگه پیش میریم ببینیم چه طراحی هایی رو، چه طرحهایی رو با هم دیگه میکشیم و کار میکنیم. خب به ترتیب از درجه سختی ها بخوام شروع بکنم و یه خورده توضیحات رو بگم. B2 رو بیارم، عذر میخوام، H2 انقدر گفتم B2. خب این H2. حالا من اینجا شروع میکنم هم با فشار دست زیاد و هم کم. الان فشار دستم متوسطه. حتی اگر دقت بکنید نحوه و صدای کشیده شدن مداد زبر و مداد نرم به خوبی مشخصه. مثلا اینجا B2 رو گوش کنید، حالا این B6. گوش کردین؟ یه بار دیگه این B2 بود، عذر میخوام، H2 بود، این B6. این صدای نرم تری داره، این صداش خشن تر بود. میگم که حتی از صداش هم مشخصه کاملا. خب این از H2 رو کنار بذاریم. حالا H درجه سختیش از این متفاوت تره، این سخت‌تر بود، اینی که تو دستم یه خورده این نرم تر. و باز میبینید برای گذاشتن سایه های لطیف از هاش و H2 استفاده نمی کنیم. HB رو هم برای میگم جاهای مثلا ظریف و اینا استفاده میشه. خب حالا اینجا من تستاشون رو انجام میدم. بعدی HB همین مدادهای معمولی هم که داریم، اینجا بیارمش. خب یه خورده نسبت به این دوتا نرم تره، خطوط هم میکشم، میبینید اینم HB. حالا اگر باز در خصوص این مدادها سوالی داشتید مطرح کنید. F رو هم داریم، طبعا از اینا باز نرم تره. ما هرچی رو به پایین داریم میایم مدادها نرم تر میشن. اینم F. باز برای گذاشتن مثلا یک سری جزئیات ریز خیلی خوبه. B یا همون B1. اصلا ببینید از رنگ ها من فشار دستم توی این مدت زمان کاملا یکسان بوده. میبینید کم رنگ، یه خورده یه درجه تیره تر. الان تیره تر شده. رو به B8 هرچی بریم میزان تیرگی و نرمی مدادها بیشتر میشه. حتی اگر مداد رو میگم من دارم یک اندازه فشار میدم، خطی که این بالا کشیدم نازکتره، رو به پایین خطوطم ضخیم‌تر میشن. حتی اگر میگم نوک مدادها به یک اندازه تیز باشه و فشار دستم هم یکی باشه. اینم به B2.
یا 2B، به 3 یا 3B، چهار B یا B4، به 6 رو هم کار کردیم. حالا یه خورده این ترتیبه به هم میخوره ولی خب اشکال نداره. به 6 رو کار کردیم، اینجا به 5 باشه. میبینید چقدر کم رنگه و رو به این ناحیه داره پررنگ میشه. به 6 هم که کار کردیم، به 7، پررنگ شد اصلا نوکش. دیدید ما به 12 اینا هم داریم ولی خب به نظرم لازم نیست و نمیخواد تهیه کنید. اینم آخرین مداد B8. پس از اول بخوام یه مقایسه‌ای انجام بدم و بگم از سخت ترین مداد و روشن ترین نوک رو داره و وقتی میکشیم حتی دیدیم مقایسه صداها، صداش زبر و خشن بود، صدای اینا نرم تر بود. خودتون کار بکنید کامل متوجه میشید. مثلا این مداد رنگی ها، یک مداد رنگی خشک رو که میکشید روی سطح کار صداش متفاوته با یه مداد رنگی که چربه یا مومیه و روی سطح کار میکشیم. توی مداد ها هم دقیقا همینه. پس تمرین اول چی بود؟ این بودش که این هم مثلا حاشیه معمولی، این بود که هر مدادی دارید، هر تعداد مداد طراحی دارید، من مهمتریناشو هم بهتون گفتم، میایم تو برگه معمولی تو دفتر هرچی که هست امتحان میکنیم، مقایسه میکنیم تا با ساختارشون، با ظاهرشون که مثلا از لحاظ نوکشه و باطنش که هر کدوم چی کارا میکنه کامل آشنا بشیم. شاید به نظرتون ساده بیاد ولی این در واقع کار خیلی کمک میکنه به اینکه بعداً توی مدل ها طرح‌ها تصمیم درستری بگیریم که از کدوم مداد برای کجا استفاده بکنید. پس یه صفحه اینطوری رو حتما تشکیل بدید. چند تا لایه رو هم کشیدیم، اینجا کشیدیم برای همه مدادها. چند تا هم خط پرتابی رو به این شکل میکشیم. نوک مداد رو میذاریم، یه خورده فشار میدیم، رو به انتها میبینیم تیز تر نسبت به اول. اینو رها میکنیم، فشار دست رو کم میکنیم. حالا خط میخواد کوچیک باشه، بلند باشه یا هر جهتی باشه فرقی نداره. خطوط پرتابی این رو هم حتما کار بکنید. نوک مداد رو بذارید روی کاغذ و رها کنید رو به اواسط و انتها دیگه دستتون رها بشه. اینجا نوک تیزشه، اینجا هم تیزه. این از خطوط پرتابی که خیلی مهمه. حالا نکات اولیه طراحی به همینجا ختم نمیشه، کلی نکته خاص دیگه هم داره که میگم واسهتون. پس این از طراحیه. حالا یه نکته دیگه هم که هست، ما علاوه بر این که با نوک مداد کار میکنیم خیلی وقتا ممکنه از پهناشون هم استفاده بکنیم. از این پهنا، خب از این پهنا استفاده بکنیم، میایم همین جایی که اومدیم مشخصات این مدادها رو نوشتیم و کشیدیم، بیایم از پهناشون هم استفاده بکنیم. این B2 این B2 H2 رو بیارم، اینه فکر کنم H2 رو میارم، پهنا مداد رو به این شکل میگیریم، انگشت اشاره روی بدنه، انگشت شست هم یه خورده پایین تر و اینو مایل میگیریم به این صورت. حالا خطوط میتونه پرتابی باشه
میتونه یه خط همین شکلی باشه. اینو میبینی ابتدا انتها شبیه همه، یه خط ساده ولی پرتابی اینجاش تیزه. پس یه خط پرتابی و یه خط ساده رو هم در کنار این مشخصاتی که نوشتیم میکشیم به این صورت. حالا به ترتیب همون ساختار مداد هر چند تا مدادی که داشتیم این حاشیه و این برای اینه که متوجه بشید حتی سختی مدادها علاوه بر نوکش روی پهناشون هم تأثیر داره. هرچه میم رو به مدادهای نرم تر، این نرمی مداد، این البته نوکش خیلی تیز نیست، متفاوت میشه. این مدادی یه خورده تیز نیست ولی خب مشکلی پیش نمیاد. خب به 3 اینجا یه خط ساده به این صورت. اینا میگم که چون خیلی تیز نیستن پهنای مداد رو خیلی خوب نشد برای این کار، ولی خب اگر مدادی خورده خوب تراش خورده باشه همچین حالتی میگیره. بعد به 4 مجدد یه بار دیگه نگاه کنید حالت دست من رو. میبینید باز از بالا تا پایین چقدر مقدار این نرم بودن مداده حس میشه. حالا به 5 دیدید چقدر نرم تره، پررنگ تره. به 6 اینم نوکش خیلی تیز نیست وگرنه کامل حس میشه. اینم به 7 دیدین چقدر نرم تر نسبت به این اولا. خب به 8 به این صورت. این تمرین ها رو داشته باشید حتما. تمرین های دیگه ای هم داریم ولی میگم که به شرطی که حمایت بشه و هر چیزی که دوست دارین یاد بگیرید رو حتما کامنت کنید و بهم بگید. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. اگر نکته خاصی هست در خصوص این پارت سوالی دارید مطرح کنید و بپرسید.